سعی کنم باز ای نام تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. اما بعد، با اجازه تمام حاضرین مجلس، اعم از علما، جوانان، نوجوانان و همه آنانی که در بهترین جایی که عبارت از خانه خدا است گرد آمده اید، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. میخواهم دقایق چند مختصر شما را گرفته در محور ریا صحبت داشته باشم. از الله متعال التجا و استدعا دارم به آنچه میگویم و آنچه شما میشنوید توفیق عمل را نصیب من بگرداند. عزیزانم، ریا از کلمه رؤیت اشتقاق می شود، یعنی به این که مردم تو را ببینند. ریا به خاطر این ریا نامیده می شود که تو دوست داری به اعمال صالحت مردم تو را ببینند. ریا از کلمه ریا از اینجا اشتقاق می شود. خداوند در حدیث قدسی می فرماید: انا اغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا اشرك فيه غیری فهو للذي اشرك وانا منه بریء. من بی‌نیازترین شریکان از شرک هستم، پس کسی عملی را انجام دهد که در آن غیر من را شریک قرار داده باشد، آن عمل از آن کسی است که بر آن شریک قرار داده و من از آن بیزار هستم. و این حدیث خوب توجه کنید، چون حدیث بسیار ترسناک است. خداوند می فرماید من بی‌نیازترین شریکان از شرک هستم، یعنی کسی که بغیر از الله تبارک و تعالی به کسی دیگری شریک مقرر کنه، اون عمل به الله تعالی سهم نمیرسه. الله تعالی از آن عمل که است بخیر بیزار است. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید: ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. ترسناکترین چیزی که من از آن نسبت به امتم بیم دارم شرک اصغر است. گفتن ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، شرک اصغر چی هست؟ فرمود: الریا. ان الله تبارک و تعالی یقول یوم القیامة یوم یجازی العباد باعمالهم اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون باعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندكم جزاء. فرمود ریا است. خداوند در روز رستاخیز، روزی که بندگان جزای اعمالشون را میبینند، میگوید نزد کسانی که اعمالتان را در دنیا به خاطر آنان انجام میدادید بروید و ببینید آیا نزد آنان اجر و پاداشی مییابید، آیا نزد آنان اجر و پاداشی مییابند. برای چی کسی ریا میکنی؟ عملت را به چی کسی تقدیم میکنی؟ میخواهی چی کسی به تو ثواب بدهد؟ به همین خاطر علما میگویند روز قیامت ریاکاران با 4 اسم فراخوانده میشود: ای ریاکار، ای خیانتکار، ای فاجر، ای زیانکار. برو و اجرت را از کسی بخواه که تو در دنیا به خاطر آن عمل انجام میدادی، چون تو نزد ما اجر و پاداشی نداری. آیا دوست داری کسی تو را در حال نماز ببیند تا روز قیامت چنین سخنانی به تو گفته شود؟ آیا راضی هستی که در حین اطاعت پروردگار فلان خانم تو را در حال گریه کردن ببیند و تو خوشحال شوی و در عوض روز قیامت چنین سخنانی به تو گفته شود؟ شخصی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پرسید: آیا امتت بعد از تو شرک می‌ورزند؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: نعم، اما انکم لا یعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثنا ولا حجرا ولكنكم یراؤون باعمالهم. بله، ولی آنان خورشید، ماه، سنگ یا بت را نمیپرستند، بلکه در اعمالشون ریا میکنند. یعنی نماز میخوانند به این که مردم آنها را بگوید چقدر عابد، چقدر با تقوا است. روزه میگیرند به خاطر این که مردم آنها را بگوید چقدر این روزه گیر است، بخیر نمیخرج روزه را.
زکات و خیر صدقات میدهد به این که مردم اون را بگوید که چقدر سخی است که در راه خدا سخاوت میکند. و حدیث بسیار ترسناک دیگر هم هست. رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید اولین کسانی که در روز قیامت در آتش افکنده می شود 3 گروهند که اینها اولین کسانی هستند که در روز قیامت در آتش افکنده می شود. اول مردی که شهید شده است و درگاه پروردگار آورده می شود و نعمتهایش را برایش گفته می شود و پرسان می شود که آیا با این نعمتها چه کار کردی؟ می گوید پروردگارا من در راه تو جنگ کردم و بالاخره شهید شدم. پروردگار می گوید دروغ گفتی، بلکه جنگ کردی و شهید شدی تا اینکه به تو بگویند شجاعت و این چنین گفتند. بالاخره با صورتش کش کرده و به طرف آتش افکنده می شود. این اولین کسی است که در روز قیامت به آتش افکنده می شود. دوم مردی که علم را آموخت و به دیگران تعلیم داد و قرآن را یاد خواند و او را می خواند و به دیگران تعلیم می داد. او را آورده می شود و نعمتهایش را به او گفته می شود که با این نعمتها چه کار کردی؟ می گوید خدایا من به خاطر رضای تو علم حاصل کردم و به خاطر تو قرآن را آموختم و به دیگران تعلیم دادم. می گوید دروغ گفتی، بلکه علم آموختی تا به تو بگویند عالم و قرآن را خواندی تا به تو بگویند قاری و این چنین گفته شد. سپس با صورتش کش میکنند و به طرف جهنم انداخته می شود. سوم مردی که خداوند او را از بینیاز نموده و از هر نوع مال و ثروت در اختیارش گذاشت. او هر توکی بخواهد آن را مصرف می کند. او در راه خدا انفاق می کند. در روز قیامت آورده می شود و نعمتهایش را به او نشان داده می شود و او نعمتهایش را می شناسد. خداوند می گوید با این نعمتات چی کار کردی؟ می گوید خدایا من این را در هر راهی که تو خوش داشتی من در اون را مصرف کردم. می گوید دروغ گفتی، بلکه تو در راه خدا مصرف کردی تا اینکه به تو بگویند بخشنده و این چنین گفتند. سپس با صورتش کش کرده و آن را به طرف دوزخ انداخته می شود. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود این 3 گروه اولین کسانی هستند که در روز قیامت در آتش انداخته می شوند. رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید تعوذوا بالله من حب الحزن، از گودال حزن به خدا پناه ببرید. گفتن ای رسول الله گودال حزن چی هست؟ فرمود واد فی جهنم تتعوذ به جهنم کل یوم 400 مره، دره در دوزخ است که دوزخ هر روز 400 بار به آن پناه میبرد. گفتند ای رسول الله برای چه کسی آماده شده است؟ میفرماید اعد للقراء المرائین باعمالهم، برای قاریانی که در کارهایشان ریا میکنن آماده شده است. عزیزانم راه حل از نجات و از ریا چی هست؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید هر روز در ذکر صبح و شام این دعا را بخوانید خداوند شما را از شرک اصغر یعنی از ریا شما را نجات میدهد و این آن دعا است. اللهم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا اعلمه و استغفرک لما لا اعلم. هر کس این دعا را بخواند خداوند جل عظمته او را از شرک اصغر در امان میماند. عزیزانم بیایید قلبمان را به خاطر خداوند بسپاریم و نیتمان و چیزی که عبادت میکنیم خاص به خاطر رضای الله تعالی بکنیم. از ما که غلطی شده باشه اول از الله تعالی معافی میخواهم و بعد